سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، درس امروزه ما حرف نون می باشد. بیایید اول مخرج حرف نون را می یابیم. برای یافتن مخرج حرف نون پیش از حرف نون الف با فتحه را می مانیم. ان چنانه که به ما معلوم گشت مخرج حرف نون این سری زبان به اول کام می رسد. ان کمی بالاتر از مخرج حرف ت و قسم هوا با خالگی بینی می براید. از این رو حرف نون حرفی با غنه است. غنه یعنی که از دماغ کشیده خواندن. بیایید در عمل این را با هم تطبیق کنیم که فهمو شود. برای این یک بار بینی را محکم کرده ان بگوییم. ان ببینید ما حرف نون را تازه تلفظ کرده نتوانستیم به سببی که هوا از بینی نبرآمد. حرف نون با فتحه چنین خوانده می شود. نه با کسرت چنین خوانده می شود. نی با دمه چنین خوانده می شود. نو لبها به پیش می برایند. نو حرف نون حرفی چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف نون در اول کلمه چنین نوشته می شود. در بالایش یک نقطه دارد و به حرف بعد از خود پیوست می شود. در بین چنین نوشته می شود. به حرف پیش از خود و پس از خود پیوست می شود. در آخر چنین نوشته می شود. ببینید فرقیت حرف نون از حرف ت در آن است که در آخر از خط پایان می فراید و در علاهیدگی چنین نوشته می شود. اکنون بیایید با هم مثال های حرف نون را می خوانیم. مثال اول: الف با فتحه، نون با سکون. ان. مثال دیگر: الف با کسره، نون با سکون. این. مثال دیگر: الف با ضمه، نون با سکون. اون. در وقتی که نون با سکون می آید احتیاط کنید که قلقله نشود، یعنی ان، این، اون نشود. زبان را از کام تیز نمی گیریم. ان، این، اون. این از طرز درست خواندن. مثال دیگر: میم با فتحه، نون با سکون. من. مثال دیگر: میم با کسره، نون با سکون. من. مثال دیگر: الف با فتحه، نون با سکون، تا با فتحه. انت. مثال دیگر: نون با کسره، میم با سکون، تا با فتحه. نمت. مثال دیگر: نون با کسره، میم با سکون، تا با ضمه، میم با سکون. نمتم. مثال دیگر: نون با فتحه، زی با کسره، را با ضمه. نذیرو. مثال دیگر: نون با فتحه، زی با کسره، نون با ضمه. نزینو. مثال دیگر: الف با فتحه، میم با فتحه، را با سکون، نون با فتحه. امرنا. حرف را غفظ خوانده می شود به سبب فتحه‌ای که پیش از آن آمده است. و مثال آخر: الف با ضمه، میم با کسره، را با سکون، نون با فتحه. امیرنا. در اینجا حرف را باریک خوانده می شود به سبب کسره‌ای که پیش از آن آمده است. بیایید بار دیگر مثال ها را با هم تکرار می کنیم. ان، این، اون، من،
من أنت نمت نمتم نذروا نزنوا أمرنا أمرنا. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی: قاعده و شکل‌های حرف نون را در دفتر کاری خود بنویسید و در زیر این نوار سروغه این کتاب را می‌گذاریم. در آمده از پلی مارکت فراورده درس را باری دیگر تکرار بکنید. به نهایت برنامه خوب است. منتظر درس‌های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.